این ساختمونایی که سطحش از سطح زمین، از سطح خیابون بالاتر ساخته میشه، فقط اسمش عمومیه، در حالی که هر کسی امکان ورود به ساختمون رو نداره. شما ببینید اینجا با ویلچر چطوری میتونن وارد ساختمون بشن. خیلی راحت میشه با نصب یک دستگاه ویلچر بر جلوی ساختمون‌های عمومی از حقوق شهروندی افراد کم توان جامعه هم حمایت کنه. یه ویلچر بر سیزری خشکه با توجه به اینکه تمام متعلقات ویلچربرها یا بالابرهای سیزری زیر کفی نصب میشه، نیازی به ریل‌های جانبی هم نداره و با توجه به پوشش رنگ استاتیکی که ما روی این بالابر زدیم، شما خیلی راحت میتونید دستگاه رو برای فضاهای باز هم نصب کنید، حتی بدون پوشش سقفی. تنها مسئله‌ای که داره محدودیت تا 1.70 سانتی متر کورسه و چاله‌ای که نیاز داره حداقل 60 سانتی متر. تو هر دو حالت، با دیواره جانبی شیشه‌ای یا بدون دیواره به صورت کفی ساده هم قابل اجراست. حالا اگر اطلاعاتش رو نیاز داری واسه من کلمه این ویلچر رو کامنت کن، قبلش هم حتما منو فالو کن که بتونم برات اطلاعات ارسال کنم. البته لایک هم یاد نره.